کتاب مطالعه. تو این قسمت میخوام برای شما قسمت‌هایی از کتاب جنگ باورهای آقای ماهان تیموری رو بخونم. کتاب جنگ باورها به بررسی ریشه‌ای ترین عوامل تاثیرگذار در روند کسب ثروت میپردازد. عاملی بسیار مهم که شاید تا به حال این گونه از آن سخن نرفته باشد. عاملی که میتونیم به جرئت بگیم گام اول برای رسیدن به خواسته هایمون هست و با شناختمون میتونیم تمام مراحل رسیدن به خواسته هامون رو و موفقیت رو طی کنیم. برای دستیابی به خواسته های کوچک و بزرگ داشتن دانش و مهارت تو زمینه الزامیه. اما آیا تا به اکنون فکر کردیم که چرا با وجود این همه دانش و آگاهی توانستنی اتفاق نمیافتد؟ یا اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته و بهترین نتایج گرفته نمیشه؟ این عامل بازدارنده در کجاست؟ معمولا افراد جویای موفقیت کتاب‌های فراوانی میخونن، کتاب‌های متنوع میخونن، کلاس‌های متنوع میرن، پای صحبت اساتید این رشته‌ها می‌نشینن. اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چگونه میشه با این همه تلاش نتیجه‌ای نگرفت؟ یا اینکه چرا به نتیجه‌ای که انتظارش رو داریم نمیرسیم؟ یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در رسیدن به خواسته ها باورهای ما هستند. باورهایی که از دوران کودکی و شرایط رشدی ما سرچشمه گرفتند. باورهای ما بی اختیار تمام تصمیمات، انتخاب‌ها و زندگی ما را تحت شعاع قرار میدن. در قسمت‌های بعدی این کتاب بسیاری از این باورها، عوامل ایجاد آنها و تأثیر فراوانشان بر روی نوع زندگی رو بررسی و باورهای قدرتمند ثروتمند شدن رو جایگزینش می‌کنیم. در این کتاب اصولی را می‌آموزید که نوع نگاهتان به زندگی را تغییر میده. این اصول را در هیچ یک از کتاب‌های مشابه نخواهید یافت. همچنین اطلاعات علمی مفید و کاربردی را از کتب مهم موفقیت، گردآوری و به زبان ساده و واضح بیان کردیم تا با به کارگیری آسان از آنها زندگیتان را متحول کنید. با مطالعه این کتاب هر روز خود را بیشتر از قبل لایق بهترین ها خواهید دانست. باورهای مالیتان اصلاح می شود، ذهنتان به یک ذهن ثروتساز تبدیل می شود و در آخر آماده ثروتمند شدن خواهید شد. در فصل اول با قوانین مغز و چگونگی ایجاد یک باور آشنا میشید. تأثیر والدین، فرهنگ جامعه، باورهای مذهبی، دوستان، رسانه‌های جمعی، معلمان و موسیقی را بر ایجاد و تقویت باورهای بنیادی ذهن بررسی می‌کنیم و تمرین‌هایی را برای شناخت این باورها آوردیم تا دید روشنی نسبت به عمق باورهاتون ایجاد بشه. امروز یکی از خطرناکترین عواملی که مانع تحقق خواسته ها و عدم حرکت افراد میشه افکار منفیه که با استفاده از تکنیک قدرتمند تبدیل افکار مزاحم به افکار مراهم میتونید که قدرت و انرژی ذهنتون رو مدیریت کنید و اون رو در بیراه هدر ندید و با ذهنی مثبت و قدرتمند برای کسب ثروت آماده بشید. در قسمتی از این فصل یکی از قدرتمندترین راه‌های نفوذ در ناخودآگاه را یاد می‌گیرید که به گفته پروفسور مکلند بهترین راه نفوذ در ناخودآگاهه. ساخت عبارات تأکیدی به روشی که آقای مکلند میگه یکی از تاثیرگذارترین راه‌ها برای ایجاد باورهای ثروت‌سازه و اگر طبق دستورالعمل ارائه شده این عبارات را بسازید به مرور ذهنتان را در مسیر کسب ثروت و آرامش درونی قرار خواهید داد. خب این توضیح فصل اولشون بود. حالا در فصل دوم خودآگاه و ناخودآگاه و قدرت هر یک بر روی روند زندگی رو به طور ملموس درک خواهید کرد. جنگ باورها رو در این فصل به تماشا خواهید نشست و این جنجالی ترین جنگیه که شاید تا به حال به این شکل شاهد اون نبودید. باورایی مثل این که من که تو خانواده فقیر به دنیا آمدم پس دیگه نمیتونم ثروتمند بشم و برای ثروتمند شدن باید خانواده ثروتمندی داشته بودم. ثروتمندان آدمای خاصی هستند و هوش و استعداد ذاتی فوق‌العاده‌ای دارن. تحصیلات تأثیر خیلی زیادی روی ثروتمند شدن افراد داشته. من به عنوان یک زن نمیتونم ثروتمند بشم. آدم باید شانس داشته باشه. ثروتمندان آدمای خوششانسی هستن و باورهای دیگه‌ای که حتما بعد از خوندن اونها تغییر قابل توجهی در دیدگاه نگرشتون اتفاق میفته. یکی از مهمترین بخش‌های فعالیت گروه آموزشی ماهان تیموری شناسایی و بررسی باورهای بازدارنده در افراد مختلفه.
که این تحقیقات که دوره‌ها و سمینارهای آموزشی که در سراسر کشور برگزار میشه جمع‌آوری شده و با بررسی تک تک این اطلاعات و به تناسب شدت و عمق نفوذ یک باور در این کتاب به صورت کاملا ساده و قابل درک ارائه شده. با شناسایی این باورها و در ادامه با تخلیه آنها و استفاده از تکنیک قدرتمند تخلیه باورهای بازدارنده، ذهن شما در راستای کسب ثروت قرار میگیره و در مدتی کمتر از 3 تا 6 ماه به دستاوردهایی مانند افزایش چند برابری درآمد، ارتقای مقام، تأسیس شعبه‌های متعدد، ایجاد کسب و کارهای نوین و در مجموع شکستن تمام محدودیت‌هایی که سرچشمه اونها در ذهن و بر اساس باورهای افراد است میرسید. و اما در فصل 3 این کتاب به اهمیت وجود حس لیاقت، اعتماد به نفس و اثر نیروی انتظار در کسب ثروت پرداختیم. وجود حس لیاقت یکی از مهمترین عوامل انگیزاننده در افراد در حال رشد و پیشرفته، به طوری که میتونید با خواندن مطالب این قسمت خود را لایق بهترین ها بدونید و از عمق وجودتان برای بهتر شدن تلاش کنید. اعتماد به نفس کلید موفقیت و اولین شرط هر موفقیت کوچک و بزرگ است و در این قسمت یاد میگیرید چطور اون را کسب کنید و روز به روز خود را با اعتماد به نفس بیشتری ببینید. و در نهایت در آخر فصل 3 به تأثیر شگفت‌انگیز نیروی انتظار پی خواهید برد، به طوری که با آگاهی و درک عمیق این نیرو میتونید موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ را به انتظار بنشینید و از نتایج اون شگفت زده بشید. اما در فصل 4 در این فصل به 10 ویژگی مهم افراد ثروتمند پرداخته شده که با مطالعه این قسمت خود را مهیای یک زندگی ثروتمندانه می‌بینید. مطالب این فصل مانند یک نقشه مطمئن ذهنتون رو در راستای کسب ثروت قرار میده و یاد میگیرید که ثروتمندان با چه نوع نگریشی به جایگاهی که میخواستن رسیدن و این به شما کمک میکنه که شما هم میتونید با توجه به این نقشه و نوع نگرش و نوع باورهای اونها به جایگاهی برسید که اونها رسیدن. ثروتمند شدن را به خواندن این کتاب که پایه و اساس یک موفقیت بزرگ است شروع کنید و با ادامه مطالعه نیز میتونم شما را ثروتمند کنم. پس قدم‌های بعدی را بردارید و زمانی که ذهنتان آماده کسب ثروت شد دیگر به دور از باورهای محدود کننده کسب و کارتان را با قدرت انتخاب کنید و در راستای آن اقدام کنید و با راهکارهای ارائه شده و با انگیزه و انرژی بالا در کارتان پیشرفت داشته باشید و در نهایت با ایده‌های تازه و کاملا خلاقانه به اوج کسب و کار برسید. بنابراین کتاب را چندین بار بخونید تا مطالبش رو خوب درک کنید و هیچ مقاومتی در زمینه باورهای کسب ثروت نداشته باشید. تئودور پارکر میگه که کاش میدانستم چگونه زندگی کنم یا کسی را یافته بودم که روش زندگی کردن را به من تعلیم دهد. در ادامه مقدمه میخونیم باور و زندگی. یادتان باشد موفقیت یک باوره، خوشبخت بودن یک باوره، ثروتمند بودن هم یک باوره و تمام ملزومات یک زندگی ایدئال را میشه با باور داشتن به آن چیز به دست آورد. بدون شک برای داشتن یک زندگی فوق‌العاده و سرشار از آرامش به اصول و قوانینی نیازه که باید بگم تمام این اصول و قوانین رو میتونید کسب کنید. بدونید که هیچ کس غیر از شخص شما توانایی تغییر یا ساختن زندگی شما رو نداره. قدرتمندترین فرد برای ساختن خود و زندگیتون فقط و فقط خودتونید. دقت کنید که در ابتدا گفتم باورهای ما تاثیر فراوانی روی انتخاب‌های ما و نوع عملکردمون دارن. چقدر به این موضوع توجه کردید؟ باورهای شما ریشه 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله داره که تمام وجودهای شخصیتیتون رو کنترل میکنه و مدیریت میکنه. این در صورتیه که بسیاری اوقات اصلا نمیدونید که توسط چه نیرویی هدایت میشید. شاید از خودتون بپرسید چرا اتفاقای زندگی من تکرار میشن؟ چرا به هر کسب و کاری وارد میشم شکست میخورم؟ اصلا قدرت مدیریت هیچ کسب و کاری رو ندارم. یا اینکه میگید چرا بلد نیستم تصمیم بگیرم؟ یا اینکه احساس میکنم یه چیزی از درون مانع حرکتم میشه و نمیذاره که به چیزهای بیشتری و بهتری فکر کنم. و سوالای دیگه. ملزومات یک زندگی ایدئال را با باور داشتن به آن چیز به دست بیارید. تکرار میکنم باورهای ما کنترل تمام زندگیمون رو به عهده گرفتن. ما به مدد باورهایمون فکر میکنیم، انتخاب میکنیم، عمل میکنیم، حرف میزنیم و انتقاد میکنیم. شما آدم خوششانسی بودین که این کتاب رو در دست دارید. آماده یک اتفاق بزرگ و انقلاب بزرگ تو زندگیتون هستید؟ بعد از این دنیای متفاوت رو تجربه خواهید کرد. در این کتاب می‌خوایم که با هم و در کنار هم عوامل بازدارنده کسب ثروت و آرامش در زندگی رو با زبانی ساده و بدون ابهام بررسی کنیم تا بدونیم که چه باورهایی در ما وجود داره که مانع جذب ثروت در زندگی ما شده که ما از اونها بی اطلاعیم.
این در صورتیه که برای رفع مشکلات خود به دنبال دلایل دیگری می‌گردیم. تقاضا دارم که با دقت تمرین‌ها رو انجام بدید. در این صورت هست که از نتایج کارتان شگفت زده میشید و زندگی پیش روی خودتون رو به شیوه خود خلق می‌کنید و ازش لذت می‌برید. این کتاب حاصل سالها تجربه و مطالعه است و میخوام که با گسترش این مفاهیم مردمان این مرز و بوم رو در راه کسب ثروت و آرامش یاری کنم تا همه با هم از دنیایی سرشار از وفور نعمت لذت ببریم. یکی از بهترین کارهایی که هر شخص میتونه در راه رشد و پیشرفت خودش انجام بده مطالعه زندگی نامه بزرگان علم و دانش و هنره. با الگو برداری از زندگی آنان راحت‌تر قدم برمی‌دارید و به نوعی با مسیر آشنا میشید. در این کتاب زندگی نامه انسان‌های موفق و ثروتمند و شیوه تفکر و عملکردشون رو هم بررسی می‌کنیم تا چشم‌انداز زیبا و روشن از اهداف خود داشته باشید و بدونید که انسان‌های بزرگ دارای ویژگی‌های خاصی نیستند، بلکه با شناخت مسیر در رسیدن به اهدافشون و پشتکار تونستن که دستاوردهایی رو کسب کنند. ارزش و جایگاه ثروت یکی از نعمت‌های الهیه که نحوه برخورد ما با این نعمت نمایانگر ارزش و اهمیتمونه. بسیاری از انسان‌ها پول و ثروت رو بی‌ارزش می‌دونن، در حالی که همین انسان‌ها برای به دست آوردنش بیشترین فشارها و سختی‌ها رو متحمل میشن. اگر برای هر چیز ارزش بیشتری قائل باشید، بهره بیشتری هم ازش میبرید، خواه فقر و خواه ثروت. انسان اشرف مخلوقات است. همه مخلوقات برای ما آفریده شدند تا بتونیم که با بهره بردن از اونها آرامش و آسایش رو برای خودمون برمقام بیاریم. چه چیزی باعث میشه که خود را لایق بهترین های خالق خود ندانیم؟ خداوند در آیه 65 و 66 سوره حج می‌فرمایند که آیا ندیدی که خداوند هر آنچه در آسمان و زمین است به تسخیر شما گردانیده؟ همانا خدا با مردم بسیار مهربان و رئوفه و انسان بسیار ناسپاس. محدودیت ذهن خود رو کنار بذارید و با تمام وجود برای زندگی که فقط یک بار تجربهش میکنید تلاش کنید و بدونید که شما لایق بهترین ها هستید. از شما حرکت و از خدا برکت. هیچ وقت دیر نیست. بزرگی میگه از آن که زندگیتان به پایان برسد نه هراسید، از آن بترسید که زندگی را هیچگاه آغاز نکنید، چون زندگی ساختنی است. زندگی تجربه تکرار نشدنیه و ارزش اون رو داره که بخواید به شیوه خود و بهترین نحو ممکن اون رو بسازید و مدیریتش بکنید. اما چند نفر از ما در زندگی به سبک خودمون و به دور از هراس از حرف مردم و انتقادهایی که هیچ وقت تمومی نداره زندگی میکنیم؟ آیا میدونیم بزرگترین تفاوت ثروتمندان با فقرا در چیه؟ ثروتمندان مسیر رو انتخاب میکنن و بی توجه به اطرافشون حرکت میکنن. برای اونها مهم نیست که دیگران دربارشون چی میگن. این رو بدونید که شما هر کاری انجام بدید انسانهایی با شما مخالفت میکنن و سد راهتون میشن. شاید اون داستان معروف رو شنیده باشید، ولی لازم میدونم که یک بار دیگه از این منظر بهش توجه کنید که بی تردید تاثیر فراوانی میذاره بر بی اهمیت بودن قضاوت‌ها و حرف‌های دیگران در قبال ارزش فراوان ایده‌ها و کارهای شما. همه ما داستان‌های ملا صدرالدین رو شنیدیم و با اینکه حکایات به زبان طنز و ساده بیان شده اما درس‌های بزرگی ازش گرفتیم. روزی ملا و پسرش در حالی که خری رو به کول گرفته بودند وارد شهری شدند. دوست ملا نزدیک آمد و گفت: ملا این چه کاری است؟ چرا خرت را به دوش گرفته ای؟ ملا و پسرش به درخواست مرد خر را زمین گذاشتند تا خستگی در کنند. ملا در پاسخ به دوستش سرگذشت آن روز را برایش تعریف کرد. امروز مقداری گندم خریدم و همراه پسرم سوار بر خرمان وارد شهری شدیم. ابتدا پسرم سوار بر خر بود و من پیاده. دو رهگذر در حال عبور از کنارمان این چنین گفتند: رهگذر اول گفت: چقدر دور و زمانه بد شده، جوان نیرومند و توانا سوار است و پدر ناتوان پیاده. رهگذر دوم گفت: راست میگی، در این دور و زمانه بچه‌ها احترام به بزرگترها رو فراموش کردند. آخر بزرگتری گفتند، کوچکتری گفتند. در این حال پسرم گفت که پدر شما سوار بر خر شوید و من پیاده به دنبالتان میآیم. با اینکه خسته نبودم اما برای خلاصی از حرف مردم و نگاه‌های سنگینشون قبول کردم. این بار من سواره بودم و پسرم پیاده. کمی بعدتر دو رهگذر دیگر ما را دیدند. رهگذر اول گفت: عجب عجب، اینجا رو نگاه کن، مرد به این قد و هیکل راحت برای خودش سواری میکنه و این پسر کوچک و بی‌طاقت رو به دنبال خودش میدونه. عجب روزگاری، دوره آخر زمان شده.
رهگذر دوم میگه راست میگی، اون قدیم بود که جگر پدر و مادرها برای بچهشون لک میزد و نمیذاشتن که آب تو دل بچهشون تکون بخوره، اما حالا خودشون بالا مینشینن و زحمت‌ها رو میندازن گردن بچه بیچاره. با شنیدن این حرفا اشاره به پسرم کردم و اون هم سوار بر خر شد و مسیر رو به این گونه طی کردیم که 2 رهگذر دیگر ما رو دیدن. اولین رهگذر گفت که اینا رو نگاه کن، اصلا رحم و مروت سرشون نمیشه، بیچاره خر که باید این 2 نفر رو حمل بکنه. رهگذر دوم گفت از ظاهرشون معلومه که انسان‌های بی‌رحمین، خدا نکنه موجودی بی زبان به دست اینا بیفته که حتما هلاکش میکنن. به پسرم گفتم بذار که این خر پیشاپیش ما بره تا مردم از این حرفا بارمون نکنن. پسرم گفت که آری پدر جان، دیگر همین رو کم داشتیم که ما رو سنگدل بنامند، آن هم وقتی که ما این همه به خرمان میرسیم و کاغوی اونجا براش همیشه آماده میکنیم. همون موقع رهگذری از کنارمون عبور کرد. گفت اینا رو نگاه کن، خودشون بارشون رو به دوش میکشند و خرشون رو آسوده رها کردن، چه آدم‌های احمقی در دنیا وجود دارد. من که دیگر طاقت حرفا و نگاه‌های مردم رو نداشتم، جلو رفتم و پرسیدم به نظر تو ما باید چیکار کنیم؟ هر کی ما رو میبینه یک ایرادی میگیره، یکی میگه چرا پسر سواره پدر پیاده، اون یکی میگه چرا پدر سواره پسر پیاده، نفر سوم میگه چرا هر دو سوارند و تو میگی چرا هر دو پیاده‌اند. خب بگو ما چیکار کنیم؟ رهگذر گفت به من چه آقا، رهایم کن، هر کاری میخوای بکن، اصلا اگر میخوای خرت رو بنداز سر شانه‌ت و برو. خب اینه که ما رو به این شکل میبینیم. دوستان ملا که داستان رو شنیدن اون گفتن که تو باش به حرف مردم اهمیت ندی. حق با او بود، مردم همیشه حرف میزنند، اما شما نباید به اونها توجه کنید، زیرا این زندگی شماست و این شما هستید که تصمیم میگیرید که برای زندگی خود چه کنید، نه مردم. این شما هستید که باید با ایمان به باورهای خود تمام موانع رو در هم بشکنید و به مسیر خودتون ادامه بدید. اصلا مهم نیست که تا امروز چه شرایطی داشتید، مهم اینه که میخواید تغییر کنید. شرط اساسی برای برداشتن قدم اول در راه کسب ثروت و یا رسیدن به موفقیت اینه که با تمام وجود و با ذهنی باز پذیرا باشید، به دور از محدودیت‌ها و قفل‌هایی که در ذهن خودتون احساس می‌کنید. مقاومت نکنید، مگر نه این کتاب حال به دلیل داشتن این شیوه از زندگی به این جایی که امروز در آن قرار دارید رسیدید. بعد از این شیوه متفاوت رو پیش بگیرید تا زندگیتان متحول بشه و به آرامش و آسایش برسید. تا اینکه ثروتمند بشید و با تمام مشکلات و سختی‌های گذشته خداحافظی کنید. زندگی ارزشش رو داره. خب دوستان، مقدمه این کتاب تموم شد. من توی بخش بعدی قسمت‌هایی از فصل‌های بعد رو براتون میخونم و توصیه میکنم که حتما خودتون کتاب رو کامل بخونید و مطالعه بکنید. من لیلا هستم، عاشق کتاب و کتابخونی و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سربلند باشید.